به نام خدا، به نام خالق زیبایی. سلام بچه ها، حالتون چطوره کوچولوهای من؟ چطورین؟ بچه ها فصل سرما اومده، هوا هم خیلی سرد شده. قصه امروزمون مربوط میشه به زهرا کوچولو و سرماخوردگی. آخ 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 آخ. فصل سرد زمستون شروع شده بود بچه ها. زهرا کوچولو اومد از خونه بیرون بره که مامانش صداش کرد و گفت زهرا چرا لباس گرم نپوشیدی؟ زهرا سریع و با عجله گفت مامان جون من لباس پوشیدم و خیلی زود از خونه بیرون رفت توی حیاط تا بازی کنه. بچه‌ها زهرا 1-2 ساعتی توی حیاط بازی کرد و بعد به خونه اومد. وقتی رفت توی اتاقش یه دفعه شروع کرد به عطسه کردن و سرفه کردن. مادرش که داشت جارو میکرد صدای عطسه و سرفه زهرا رو شنید و بهش گفت زهرا فکر کنم تو مریض شدی. زهرا کوچولو یه عطسه دیگه کرد و یواشکی رفت زیر پتو. بچه‌ها زهرا کوچولو به خاطر نپوشیدن لباس سرما خورده بود. حسابی هم تب و لرز کرد. مامانش به زهرا جون گفت که زهرا جون اگه به حرف من گوش میدادی لباس میپوشیدی الان حالت خیلی خوب بود و سرما هم نخورده بودی. زهرا کوچولو وقتی دید که مادرش داره درست میگه با ناراحتی و صدای گرفته به مادرش گفت ببخشید مامان جون من اشتباه کردم که به حرف شما گوش ندادم. مادر زهرا کوچولو یه نگاهی بهش کرد و اومد اونو بوسید و بهش گفت دختر نازم اشکالی نداره، حالا پاشو این دمنوش رو بخور تا حالت خوب بشه، بعد هم استراحت کن تا خیلی زود سر و پاشی. من باید از تو مراقبت کنم تا خیلی سریع حالت خوب بشه. از این به بعد یادت باشه که بدون اینکه لباس بپوشی از خونه بیرون نری. زهرا گفت چشم مامان جون. بچه‌های نازم این هم از قصه امروز ما. شما هم یادتون باشه که الان که خیلی هوا سرده حتما لباس بپوشید و بدون لباس هیچ وقت بیرون از خونه نرید، چون ممکنه خدایی نکرده سرما بخورید حالتون بد بشه و من اصلا اینو دوست ندارم. خب شما رو تا یک قصه دیگه به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خدا نگهدار.